دوستان ما یه ویدیو گذاشتیم در مورد این ماژول های شارژ تایپ سی که فقط نقشه وصل کردن سیماشو ما گفتیم. بعدش دوستان گفتن عملی انجام بده، انگار اونجوری متوجه نشده بودن. ما امروز اومدیم ماژول ها رو عملی انجام. پس حتما اگه دفعه اولت که ویدیو داره منو میبینی حتما چنلمو سابسکرایب کن که در آینده ویدیوهای خیلی خفنی قراره بذاریم و چیزهای خیلی خفنی قراره بسازیم. پس حتما ویدیو رو همین الان لایک کن، چنلم سابسکرایب کن، زنگولم فعال کن که هر دفعه ویدیو جدید میذارم اولین نفری باشی که ویدیو منو ببینی. تا آخر ویدیو با من باش. سلام دوستان، خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه پیج آرش تکنو. بریم برای آموزش ماژول های شارژی. خب دوستان، من از این باتری لیتیومی و تغذیه‌ام یک آرمیچره. خب ما اول می ماژول شارژمون گیره ها میزنیم. خب دوستان، به سیم نیاز داریم. دوستان این دو تکه سیممونه که باید لختشون کنیم. و دوستان ما سیمامون هم لخت کردیم. این سیم میره واسه آرمیچرمون و اینم برای باتریمونه. خب ما اول میایم و این پایه هامون رو قل میزنیم، چون لحی میزنیم. بعد که پایه هامون رو قل زدیم، این سیمی که میره برای آرمیچه یکیش به این پایه و یکیش هم به این پایه اولی و دومی لحی میشه. دوستان دو تا پایه هامون لحیم شد، یکیش به این و یکیش هم به این. و حالا سیم باتریمونه وصل میکنم. سیم باتریمون یکیش به این پایه و یکیش هم به این پایه وصل میشه. دوستان برای اینکه سیمامون راحت‌تر از این سوراخ‌ها رد شه، یکم سیما رو میتابونیم تا قشنگ رشته‌هاشون به همدیگه بچسبن. و وقتی میکنین داخل این سوراخ و لحیمش میکنین ریش ریش نشه. خب این پایام لحیم کردیم. حالا برای اینکه بتونیم مدارمون رو کنترل کنیم یک کلیده در راه رفتن برق آرمیچر وصل میکنیم.
دوستان کلیدم وصل کردیم. حالا باتریمون رو باید وصل کنیم. دوستان دقت کنیم که پایه مثبت باتریمون به سیم وصل کنیم که به پایه ماژول مثبتش وصل شد. الان این سیم به پایه مثبت ماژولمون وصل شده و ما باید اینو به این پایه لحیم کنیم، به پایه مثبت. خب دوستان باتریمون هم وصل کردیم و الان دیگه داره کامل میشه. الان هم باید تغذیه‌مون رو که شما از هر چیزی میتونید استفاده کنید، از ماژول ها برای مدادها، هر چیزی میتونید، از LED تچ، که حالا دیگه از یه آرمیچه و تغذیه استفاده میکنید. دوستان برای آرمیچه پایه‌های مثبت منفیش فرقی نمیکنه. اگه شما مثبت منفیش هم برعکس کنید، چپ کرد راست کرد آرمیچه، الان آموزش شارژ کردنش هم براتون میذارم. دوستان مداری که الان ما اینو ساختیم و روی این تخته من چسبونم و دوباره میریم برای ادامه. خب دوستان ما اینو آوردیم روی این تخته، میزنیم شارژ به این صورت. خب دوستان اینم که دیدیم آموزششون. اگه آموزش چیز دیگه هم که خواستین حتما تو کامنت ها بگین، حتما ویدیوشو میذارم. یا اینکه دوستان تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.